گل پی اس ایران اومدیم با این محتوا و ویدیوی جدید از چنل پی اس ایران. قراره که با حدود 26 کوین باکس مسی رو جر کنیم. خب اول بریم اکانت رو نگاه بندازیم. اکانت مانیه. اکانت رو ببین، فقط اکانت رو نگاه، یعنی قشنگ قراره همه باکس رو درو کنیم. اینم بگم بهتون، یعنی اگه تا 25 کام بره که امیدوارم نره و اذیت نکنه، قراره خلاصه باکس فول بشه. یعنی مانی گفته بجز برکمپ همشو میخواد. یعنی اینجوری که اگه مثلا من الان همین اول برکمپو بده، وسط هم برکمپو بده، اهمیتی نداره. یعنی همه رم بگیرم برکمپ مونه، باز اهمیتی نداره، من از باکس خارج میشم. خب بریم واسه استارت. اول یه باکس رو نگاه بکنیم. خب بذار از پایین شروع کنیم که رفته رفته جذاب بشه. آقا برکمپ که خب چی بگم، قبلا گیم پلیش خوب بود. اونایی که بازی کردن توی 24-23 گیم پلیش خوب بود، ولی 25-26 که گیم پلی تغییر کرد واقعا گوه شده. این سبکش هم چرت، بعید بدونم کسی بتونه ازش گیم بگیره. خلاصه تعریف خاصی نره. جان اوشی دسترویره. یعنی فکر کنم اولین کارتش هم از 191 قدشه. راسپا دفاع وسط، هافک دفاعی سی ام اف آر بی ال بی. بوسترش دفندینگ، اسکیلاش هم راین ریچ تکل و همین. کارتش هم کارت ورد کلاسه، 25 ساله، واسه من یونایتد 2005-2006. خب بریم حضرت کبیر کانتونا که فاکسین باکس زادتش، چون برکمپ و دیپلاین داده بود دیگه نمیتونست دوتا دیپلاین بذاره، چون کانتونا همیشه دیپلاینه دیگه. اینو مجبور شد فاکسین باکس بده. واسه من یونایتد 1995-1996 اریک کانتونا 29 ساله. آمارش هم طبق معمول خیلی قوی نیست، ولی خب گیم کانتونا رو همه میدونن، مگه اینکه به خاطر سبکش یکم گیمش خراب شده باشه. بوستراش هم واسه اسپید و کیکینگ پاور و فیزیک و دریبلینگشه دیگه نیاز به تعریف نره. فنومنال فینیشینگ و مومنتوم دریبلینگ اسکیلای خودشن. میایم این بر سمت روبرتو کارلوس، کوتوله دوست داشتنی واسه رئال 2000 فصل 1999-2000. دی ام اف هم میتونه. خب معمولا حالا خیلی تعریفی ندارن کارتای روبرتو کارلوس، ولی خب طرفدارای زیادی داره دیگه. با بوستر با اسکیل مخصوص اچ کراس میایم ور سمت بارزی. خلاصه یه باکس تکمیله. اگه بالای 3-4 کوین داری قطعا میصرفه بزنی یکیش هم بگیری حداقل. واسه میلان سال 1989-1990 بارزی 29 ساله، با سبک بیلداپ، بوستر شاتدان، سبک فورترس و آریل فورت، یعنی هم زمین هم هوا. اصل کاریا ایران. هرچند برکمپ هم دیپلاین بود، اینم دیپلاین، ولی حالا خیلی فرق نمیکنه. 3 تا دیپلاین رو نمیتونست بذاره، حالا حرف اصلاح کن. واسه بارسای 1973-1974 یوهان کرایف 26 ساله، یوهان کرایف کبیر، بوستر استرایکر اینسکت با بوستر با اسکیلای مومنتوم دریبلینگ و فنومنال پاس. خب بیایم رو شاه، بیایم رو آدم فضایی. واسه بارسای 2007 همون آنکارا مسی معروف، منتها کاش سبکش پرولیفیک وینگر بود. خدا وکیلی دیگه کنامی چون میدونست خیلی بمب میشه نداد. من واقعا کسی که نمیتونه بگه مسی بده، یعنی انترین نسخه مسی همش که نمیتونه بده با بوستر مومنتوم دریبلینگ و بلیتسکر، یعنی چرترین نسخه مسی همش که نمیتونه بگه بده. ولی چون کریتیو پلی میکره واسه 4-2-2 بازا خوب میشه دیگه. میتونن ای ام اف بزننش رو کنار هول پلیر قشنگش میکنن. خب
با 25 ها کوین بریم سراغ باکس. اول یه صدی، همین صدی اول مسی. خب صد دوم، صد سوم، خب 900 کنسل، 100 کنسل، 900 کنسل، 100 کنسل، 100 کنسل، 900. 3 ثانیه نگه می‌داریم. اولین اپیک، شک نکنید. خب اولین اپیک حتما 2 تا هایلایت دیگه آقا. کنسل منسل و سیکیم میکیم زدن و بدش کنیم. آقا مانی گفته هر کدومو در آوردی ویدیو رو استوب بزن، بیا بفرست، برو ادامه. گوشیم 13% شارژ بکنم، وسطاش مجبور شدم بزنم شارژ. از اونجایی که باکس رو قراره تموم کنیم، مانی به 1-2 تا هم راضی نیست که آخه. خب کنسل کنسل، 900 ضربه اپیکه. انداخته رو لج ناموسن. 900 کنسل، 900 کنسل، 100 ضربه. تو این صدیا یه دونه بده. خب بیایم یه دونه بیرون دیگه. داری شورشو در بیاری، هرچند باکس 250 تاییه ولی تو دیگه پررو نشو. 26 کا کوین شارژ کرده که 26 کا کوینش هم خرق بزنی که. این دیگه اولیشه. یا ابوالفضل دیشب با 900 تا گرفتم، چش خوردم. دیشب واسه یکی از ممبرها با 900 اول در آوردم، همون لحظه که باکس اومد پشمای خودش ریخته بود. مسی 100 کنسل، کرایف 100 کنسل، بارزی 100 کنسل، 100 کنسل، 900 ضربه. برو که اولی رو بدی. خب این از اولی. خب بریم ببینیم چی میخواد بشه. 900 سوم و حدودا 4-5 شام صدی با 3 کا 500 اولیو داد. به به فرانکو بارزی، جانم 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 جانم. به 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 به. آقا یه استوب بزنم من اینو به مانی بفرستم. خب آقا برگشتم، به مانی فرستادیم. آنلاین نبود فکر کنم، ولی آنلاین میشه نگاه میکنی. یه صدی بزنیم. هایلایت ای میزنه با این صدیا. یکم این صدیا امیدوارم کرد. الله اکبر. 900 خیاری اپیکو داد، یعنی شک نکن. یه صدی با هایلایت داد، منو جوگیر کرد. فقط با زبان روش باید با این کنامی صحبت کرد. خدا وکیلی من نمیدونم چجوری یه سریا هنوز به روش ایمان ندارن. روش واقعا جواب آقا. شانس تو 100% مطمئن باشین میبره بالا. این دیگه دوبله. این دیگه دوبله. خب یا قرآن، گوشی شارژش کردم باک خورد. ببینیم کیه. بابا سیکتی رو بر ببینیم کی میاد. روبرتو کارلوس، جانم 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 جان. آقا اینم برم به مانی بگم بیام. خب آقا مانی دید، بریم واسه ادامه. یه صدی
ادا ندیا کنامی، ادا ندیا. 900 پیک پیک بیلاخ. یعنی کنامی داره میگه بیلاخ، ولی مطمئنم یه سوبلی دوبلی چیزی میگیریم، چون دیگه خیلی ادا داد. یه کنامی واقعا ادا داد، من مطمئنم یه سوبلی دوبلی چیزی میده. شوکه میکنه منو. عجب با انصاف، من خیلی جلو خودم میرفتم فوش ندادم. واقعا وقتی میگم با زبان روش فقط باید با این کنامی صحبت کرد. 900 رو کنسل میکنیم، میایم بیرون میزنیم. ببین این دوبله، این دوبله، این دوبله. آره دوبله استاندارده. عجب باکس اذیت کاریه. کی بود میگفت باکس شله باکس شله؟ خدایا. کنسل کنسل. کرایف بریم. کرایف مسی و کرایف و همه رو با هم بده آقا. میخوایم یکی از اون شات های معروف یوتیوب دنیای گیم ای فوتبال بشیم. کیو داری میدی؟ بابا چه وضعشه کنامی؟ شاشیدم دهنت کنامی. کنامی داری اذیت میکنی کنامی. یا ابوالفضل نگاه کن، نگاه. یه دونه بزنم رو پوزیشن بزنم. 900 دیگه میدی. 2-3 تا بده، 2-3 تا رو بده. یعنی من موندم واقعا. چه خبره؟ چرا کنار اینا رو میدی؟ یه 900 دیگه رو پوزیشن میزنم. وای 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 وای، چی کار داری میکنی با ما کنامی؟ کنامی بوغ. این بوغا فوشه. وای کنامی داری خستمون میکنی. کنامی منو هرچی بیننده بود هم خسته کردی خدا وکیلی. ولی اینجوری میکنه معمولا که تو هرچی ما پک اوپنینگ دیدیم اینجوری بود. وقتی اینجوری میکنه یه دوبلی سوبلی چیزی میده، خوشحال میکنه. یا عرضت عباس. کرایف به به کرایف. خب آقا من اینو برم به مانی بگم بیام. خب آقا عکسو به مانی فرستادیم، یکم زیاد به زحمت افتادیم سر این کرایف. لامصب قبل کرایف فکر کنم 5 تا 900 نداد. خیلی حرفه. یه رکبی میخوام الان بزنم به کنامی. نگاه کن. 900 کنسل 900 بیلاخ. 100 ضربه. نگاه کن دیگه. یه بار دیگه آقا، یه باری. 900 بیلاخ کنامی. 100. خب نگاه کن. 900 کنسل. بیلاخ کنامی. بازم بیلاخ کنامی. اینجا دیگه میده. به 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 به. آقا برکمپو ندیا، جون مادرت برکمپو نفرستی تو حلقمون. برکمپو نمیخوایم. کوچیش برکمپو معرفی کنی چونی.
اوشی اوشی اوشی. خب یه استوب. خب مانی صحنه رو دید. صحنه رو مانی دید. 100 کنسل 100 کنسل 100 کنسل 900 کنسل 900 کنسل 900 کنسل 900 کنسل. مسی رو نگاه میندازیم. رو خونه به به این بیاد تو اکانتت مانی. با 900 رو میزنیم. اینجا رو باش. اینجا رو نباش. این باکس دیگه خیلی انه. 100. آقا 500 تا میخوام صدی بزنم. 500 تا میخوام 5 تا میخوام صدی بزنم. 2 تا فعلا. 3 تا 4 تا 5 تا. حاجی این باکس گیری سفته. چرا اینجوری داره میکنه؟ خیلی حرفه از باکس. البته خب اوشی هم داده ولی الان دیگه فقط کانتونا و مسی. آقا اذیت نکن. اذیت نکن. مسی و کانتونا رو بده. برکمپ هم چونه لق کارتش. خودش نه. یا ابوالفضل یا حسین خدایا چیکار داره میکنه این کنامی؟ نداد تو 86 تا 3 تا پیک مونده 900 این نداد. این دیگه مسی. برکم شاشیدم دهنت. برکم شاشیدم دهنت. برکم شاشیدم دهنت. برکمپ آخه برکمپ انو هرچند یه سریا واقعا دوستش دارم ولی آخه برکمپ چرا یه استو بریز. خب آقا یه نیش ترمز زدیم و حالا بریم واسه ادامه. 100 کنسل 100 کنسل 100 کنسل 100 کنسل 100 کنسل 900 ضربه. مسیه به دیدی گفتم جان. آقا چی میشد مسی کانتونا با هم میدادی؟ هی گفتم دوبل میده نداد. آقا من این نیش ترمز بزنم ببینم با مانی مشورت کنم ببینم ادامه بدیم یا نه. آقا یه نیش ترمز زدی با مانی مشورت کردیم. مانی فقط لخت این باکس رو میخواد. نگاه کن وضع رو ببین. تا 56 تا آورد تا مسی رو بده. یه دونه مونده همچنان. کانتونا رو میخوام. کانتونا اذیت نکن. اذیت علمه کانتونا. ای بابا آخه دیوید آلابا چی میخواد آخه؟ دیوید آلابا خودش 5 سال مصدومه. این هایلایتش رو چرا کنامی آورده من موندم اصلا. کنامی کانتونا رو میخوام. یا علی بابا تمام است. مانی خدایش عشق کن. 4 کام کوین موند. ببین اینم شد رخ باکس.
خب آقا میخوام همه رو الان مکس بزنم بذارم تو اکانت قشنگ عشق کنید. روخو که میبینین فقط یه مربی میخوام بگیرم، یعنی به عشق مسی که کریتیو پلی میکره میخوام گواردیولا رو بگیرم، چون بوستر این از آر بی به آر دبلیو اف کریتیو پلی میکره میخوام گواردیولا رو واسه مانی بگیرم. بابا تو چی میگی ناموسن آخه؟ لوکاس هرناندز. خب بیایم اینجا یه چنج منیجر گواردیولا لاین بار کانتر هم داشت. اوت واید ها پوزیشن گیم. من میگم آقا این گواردیولا کی لاین بار کانتر بازی کرده. اوردر اف ساینگینگ. خب مسی رو بیاریم جا. مسی اول کاری لا برکمپ شاش سگو نمیشد ندی. خب اینو جای کی بیاریم؟ اوشیو جای دمبله فعلا. کرایف اینجا خودش هست جای خودش. عجب چیزیه ناموسن این دیویس و من خدا وکیلی گیمش رو از این کارلوس مارلوس خیلی بیشتر قبول دارم، ولی فعلا بیاریمش جای دیویس. این دل پیرو رو دکمه کنیم. یکی مونده است فکر کنم قبل کارلوس فکر کنم یکی رو گرفتیم ها. قبل کارلوس یعنی چی نگرفتیم؟ نگاه چقدر استاندارد. خب دنیس برکمپ رو ولش کن انقدر دیگه همه رو گرفتیم دیگه به چش نمی، ولی کانتونا رو نمیشه ول کرد. اگه فکر کردین کانتونا رو ول میکنیم سخت در اشتباهین. جای هازارد بذاریم دیگه چاره نیست. ولی من چرا فکر میکنم قبل کارلوس یکی رو گرفتیم. بریم پایین ببینیم. یعنی چی آخه؟ نگاه کنیم یه باکس رو نگاه بندازیم ببینیم. نه دیگه همه هستن. آره همه هستن. توهم هم که میزنیم. خب بریم رو سیستم چی بچینم خوبه آخه. خدا وکیلی آدم تو این اکانت میمونه چی بچینه که به همه بازی برسه. 4 1 2 3. این از این. مانی فکر کنم بوستر نداره. حالا داستان اینجاست. این از مسی عشق. این از کانتوناشون. کرایف داداش. آخه میدونین بحث چیه؟ اگه چیز بود، اگه پوزیشن گیم نبود گواردیولا با یه مربی دیگه، اگه پوزیشن گیم نبود این گواردیولا میشد 4-2-4 چید، ولی با گواردیولا نمیشه 4-2-4 چید دیگه. شوتینگ. خب یارو بدون مکس 95 نگاه کن این چیه خدایا. کانتونا رو ایمف نمیخوام بذارم فعلا مکس میکنیم بعد یه روخه مشکل میگیریم. مکس خودش خوبه. به 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 به. خب مانی بوستر نداره مجبورم برم یه تعداد از اینا رو یه تعداد از این چرت و پرت آشغال ماشغالا رو ریلیز کنم. یک دو سه تا رو از این هایلایت ها که نه، حالا دو سه تا از اون مثلا هندی مندی ها و اینا ریلیز کنم بیام دوباره ویدیو رو نگاه کنیم. آقا رفتم یه تعداد از این هایلایت ها رو ریلیز کردم. این چرت و پرت ها رو غافل از این که آقا اینا اصلا بوستر رندوم نمیدن که بوستر انتخابی میدن. بعد این چیه اون شاپش هم خودم گرفته بودم تازه، یعنی هیچ بوستری نره ما الان به اینا بدیم. تاش یه دونه داره که اونم از انتخابیه. حالا من موندم به بارزی بوستر انتخابی بدم، به کارلوس رو بوستر انتخابی بدم، به کی بوستر انتخابی بدم واقعا نمیدونم. حالا به نظرم کی واسش واجب تره آخه؟ نازم کارلوس. خب رومی که بره نوک. ببینیم چی کار باید کنیم آخه. واقعا موندم. این اوشی انچرمنه دسترویر هم است تازه. انچرمن بود بهتر میشد. یه اوورال ریتینگ بزنم چون میخوام به چیز به مسی از یه آر بی اتکینگ فول بک بزنم بهش که بره. واقعا فکر کنم بذار این مانی اصلا داره. بذار یه پوزیشن بزنیم رو آر بی. بله این اصلا آر بی نداره اتکینگ فول بک. مانی خیلی جالب شد. بلتیو داره، یعنی من الان تو این اکانت بلتیو بیارم داخل به خاطر مسی یا نمیدونم والا چیکار کنم. حالا فعلا بلتیو بیاریم. چاره چیه؟ چاره ای نیست واقعا. فعلا بلتیو بذاریم جای مثلا این
جا این بذاریم. میخوام یه زوج دفاع جدیدم درست کنم. بارزیو میاریم. بوستر که رفتیم بوستر سلکت. خب کیو بدیم بهتره؟ آریل واسه دفاع کنم. آریل هدینگ نه فینیشینگ جامپینگ فیزیک اونم بدیم، ولی فیزیکالی جامپینگ فیزیکی میره کنترل شات داون بدم فکر کنم بهتره. تکلینگ آره کلا واسه هارد ورکرم تو همش واسه دفاع نیست، همون شات داون بدم بهتره. چه دفاعی شد جانم بابا چیکار داره میکنه این کنامی؟ کریتیو پلی میکر دیگه این. هان از آر بی به ال بیه. هان پس اینجوریه. پس دکمه رو بزنیم. هرچند دیکسون هرچند غیر رایگانه ولی به اوورال این اکانت نمیخوره. داون فریز اینجوری هم خوبه. آره با کارلوس اینجوری از این ور تو ضد حمله اینا مثلا بریزی، از اون ور مسی ببره. از این من فکر می‌کردم مثلا آقا الان میام با بلتی میزنم اینجوری رو مسی لینک اپ و مسی در میره لب خط من پاس میدم. اما نگو این کنامی چیزتر از این حرفاست که بیاد همچین بوستری رو اجازه بده، همچین لینک اپی رو اجازه بده آدم بذاره. حیف شد این بوستر نداره اکانت مانی. آقا این شد رو اکانت نابی. زمینم میتونم یکم اوورال رو بالاتر ببرم. اوورال چیز چیه این استرنج رو بذارم اینم میتونم یکم بالاتر ببرم. کانتونا رو که فاکس این باکس رو هیچ کی نمیذاره. ای ام اف ندوید فول گیم پلی رو بذارم بهتره. از اون طرف ناب شد، انصافا ناب شد، یعنی دارم عشق میکنم. زای تو سی ام اف بذارم دو تا هول پلی سی ام بذارم دو تا هول پلیر نمیشه. لینگام بیا داخل لحظه میخوایم رو خوشگل کنیم. ادریانو یا سوارز جان بذار کراک رو بذاریم. کراک هم اوکیه. جان این ترکیب با آدم حرف میزنه. نگاه کن به به رفقای گل مجموعه پی اس ایران، خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. حتما لایک کنید، زنگوله فعال، سابسکرایب کنید چنل رو تا از پک و فتنینگ های خفنی که تو راهن جا نمونید. خیلی مخلصیم. یا علی، خداحافظ.